بالاخره حق با راستاست یا چپا؟ توی تاریخ نظرات کدوم جناح درست بوده؟ توی دعوای چپ و راست برنده واقعی کیه؟ اصلا این دوتا مفهوم یعنی چی؟ از کجا اومدن؟ آیا چپ واقعا هیچ وقت نفهمید؟ دیدگاه خود تو به کدوم طرف نزدیک تره؟ برای اینکه یک بار برای همیشه مفهوم چپ و راست سیاسی رو به زبون ساده بفهمی و به جواب این سوالا برسی، تا آخر این ویدیو همراه من باش. قبل از شروع لطفاً ویدیو رو لایک کن و برای حمایت از من کانال رو سابسکرایب کن. من سینام و اینجا تاریخ جوه. با این شروع کنم که اصلا این اصطلاح چپ و راست از کجا اومد. ماجرا دم دستی تر از اونیه که شاید پیش خود فکر کنی. توی انقلاب بزرگ فرانسه آخرای قرن 18 وقتی که مجلس مؤسسان ملی فرانسه داشت سر حق وتو پادشاه رأی گیری میکرد، نماینده هایی که حفظ قدرت مطلق پادشاه رو میخواستن معمولا سمت راست مجلس مینشستن و نماینده هایی که تغییرات اساسی و قدرت محدودتر پادشاه رو میخواستن معمولا سمت چپ. طرف راست بیشتر از سلطنت طلبها و اشراف تشکیل میشد و طرف چپ بیشتر از انقلابی ها و اصلاح طلبها. به همین سادگی کم کم توی ادبیات سیاسی راست شد نماد حفظ نظم موجود و چپ شد نماد تغییر و انقلاب. این فقط شروع داستانه و میشه ساده ترین و بیسیک ترین تعریف از چپ و راست برای شروع. با ورود به قرن 19 این دو کلمه یه معنای خیلی جدیدتر پیدا کردن. چرا؟ چون انقلاب صنعتی از راه رسید. شهرنشینی بیشتر شد، کارخونه ها زیاد شدن و چیزی به اسم سرمایه‌داری جون گرفت. سرمایه‌داری یعنی ابزار تولید در مالکیت خصوصیه و کالاها فقط برای به دست آوردن سود بیشتر تولید میشن. اما وضعیت کسایی که تو این کارخونه ها مجبور به کار بودن اسفناک بود. کارگرایی که شامل زن و بچه هم میشدن روزی 12 تا 14 ساعت کار میکردن. دستمزد کم میگرفتن و چیزهایی به اسم بیمه و امنیت شغلی هم وجود خارجی نداشتن. اینجا بود که در واکنش به این وضعیت جامعه به سمت جنبش‌های سوسیالیسمی رفت. به زبان ساده سوسیالیسم میخواد که این قدرت و ثروت فقط در اختیار چند نفر نباشه و دولت و مردم هم توش سهیم باشن که یه جوری برابری به وجود بیاد. کمی بعد دو نفر به اسم مارکس و انگلز یک جزوه کوچیک به اسم مانیفست حزب کمونیست منتشر کردند که توش گفتن مشکل همین سرمایه‌داریه. تاریخ جوامع در اصل تاریخ مبارزه بین طبقاته و توی دنیای صنعتی امروز هم این وضعیت تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر در نهایت به یک انقلاب ختم میشه. انقلابی که قراره مالکیت خصوصی ابزار تولید رو از طبقه سرمایه‌دار بگیره و در اختیار همه قرار بده و اینجوری جامعه‌ای برابر بسازه. پس چپ توی این دوران بیشتر از هر چیز شد زبان اعتراض به نابرابری، دفاع از کارگر و نقد سرمایه‌داری. جنبش‌های چپ و سوسیالیستی بین کارگرها و روشنفکرها به سرعت در حال رشد بود و طرفداران زیادی پیدا کرد. اولای قرن 20 چپ تونست توی یک کشور بزرگ به قدرت برسه. بولشویک‌ها به رهبری لنین در انقلاب روسیه قدرت رو به دست گرفتن. این اتفاق برای خیلی‌ها هیجان انگیز بود. انگار برای اولین بار ایده برابری و نوشته‌های مارکس داشت از روی کاغذ بلند می‌شد و وارد حکومت می‌شد. یه فرصت آزمون بزرگ برای جناح چپ و طرفداراش. لنین میگفت قرار جامعه‌ای بسازی که درش این استثمار طبقاتی تموم شه و کارگران و مردم عادی بالاخره طعم برابری رو بچشن. اما نتیجه اونی نشد که انتظار میرفت. به قدرت رسیدن چپ‌ها به مرور به سمت تمرکز شدید قدرت رفت. محصل حکومت شوروی در دوره لنین و بعدش استالین شد تک حزبیگری، اقتصاد دستوری، از بین رفتن آزادی‌ها و سرکوب مردم، چیزی که خیلی اون زمان یه شکست واقعی برای چپ میتونستنش. توی همین فضا یه شکل افراطی از راست هم قدرت گرفت. فاشیسم در ایتالیای موسولینی و نازیسم در آلمان هیتلری. حرف اینا چی بود؟ میگفتن جامعه بیشتر از هر چیزی به نظم، قدرت، ملت و یک رهبر مقتدر نیاز داره. روی ناسیونالیسم یا ملیگرایی شدید تاکید میکردن، مخالفا رو سرکوب میکردن و برای متحد کردن مردم مدام دشمن میساختن. این همون چیزیه که معمولا ازش به عنوان راست افراطی یاد میشه. هر راست این شکلی نیستا، یعنی افراط در تفکرات راست به سمت فاشیسم و نازیسم رفت. نتیجه چی شد؟ جنگ جهانی دوم، ویرانی گسترده و کشته شدن میلیون ها آدم. یعنی دنیا دید که وقتی راست افراطی به قدرت میرسه، پایانش فقط نظم و قدرت نیست،
میتونه فاجعه باشه. تا اینجا خیلی ساده بخوایم جمع‌بندی کنیم، چپ بیشتر نگران نابرابری و شکاف طبقاتیه و میگه که برای کاهش نابرابری نقش دولت باید در اقتصاد و توزیع منابع بیشتر باشه. راست چی میگه؟ راست میگه جامعه با دولت بیش از حد هم آزادیشو از دست میده، هم کارآمدیشو. بازار آزاد و ابتکار فردی باید نقش اصلی رو داشته باشه. اما تاریخ نشون داد که شکل افراطی هر دو میتونه خطرناک و فاجعه باشه. راست افراطی توی آلمان و ایتالیا به جنگ و کشتار رسید و چپ افراطی توی شوروی به سرکوب مردم و بنبست. پس شاید بحث اصلی فقط انتخاب بین چپ و راست نیست. بحث اینه که چطور میشه بین عدالت، آزادی و نظم تعادل برقرار کرد. بعد جنگ جهانی دوم تقابل چپ و راست وارد مرحله تازه شد، چیزی که بهش گفتن جنگ سرد. دیگه بحث فقط دو تا دیدگاه متفاوت نبود. دنیا تا حد زیادی به دو بلوک تقسیم شده بود. یک طرف آمریکا و متحداش با سرمایه‌داری و بازار آزاد و انتخابات و لیبرال دموکراسی، و طرف دیگه شوروی و بلوک شرق با سوسیالیسم دولتی، اقتصاد متمرکز و نظام تک حزبی. روی نقشه تقریبا جهان دو نیم شده بود، اما واقعیت این قدم سیاه‌سفید نبود. خیلی از کشورهای غربی کاملا راست خالص نبودن. اونا بازار رو حفظ کردن و برای خنثی کردن جذابیت کمونیست برای کارگرا همزمان چیزی ساختن به اسم دولت رفاه. چیزایی مثل بیمه اجتماعی و آموزش عمومی و خدمات درمانی ایجاد کردن. یعنی بخشی از مطالبات تاریخی چپ رو پذیرفتن بدون اینکه کمونیست بشن. از اون طرف شوروی هم تجربه دیگه رو نشون داد، اینکه برابری بدون آزادی میتونه خیلی زود به رکود و انسداد سیاسی برسه. همونطور که قبلا گفتم، وقتی که شوروی از هم پاشید یه جمله زیاد شنیده شد: پس چپ شکست خورد، جناح راست برنده است. اما واقعا انقدر ساده بود؟ چیزی که شکست خورد بیشتر از اینکه همه ایده های چپ باشه، مدل خاصی از چپ بود. مدلی با اقتصاد ناکارآمد، سیاست بسته و تمرکز شدید قدرت. با سقوط شوروی ایده عدالت اجتماعی از بین نرفت. چیزهای مهمی از نهادهای زندگی امروز ما، از حقوق کار گرفته تا بیمه اجتماعی و آموزش عمومی، ریشه در همون سنت فکری چپ دارن. خیلی از این نهادها تحت تاثیر جنبش‌های کارگری و اندیشه‌های چپ شکل گرفتن. پس وقتی میگن چپ هیچ وقت نفهمید، این جمله فقط درباره بعضی از تجربه‌های افراطی و شکست خورده درسته، ولی نه درباره کل این جریان فکری. از اینجا به بعد خود معنای چپ و راست هم تغییر کرد. دیگه دعوا فقط سر کارخونه و کارگر نبود. موضوعات تازه‌ای وارد میدون شد: هویت، فرهنگ، مهاجرت، محیط زیست، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها. اینجاست که اصطلاح چپ نو و راست نو شکل گرفت. چپ نو بیشتر روی برابری اجتماعی، آزادی‌های مدنی، محیط زیست و مبارزه با تبعیض تمرکز داشت، و راست نو بیشتر روی هویت ملی، خانواده، سنت، امنیت و مرزها. شاید فکر کنید دیگه کافیه و یه چیزای دستگیرتون شد، اما باید بهتون بگم که برای فهم دنیای امروز همین میزان از اطلاعات هم کافی نیست، چون چپ و راست دیگه مثل گذشته از هم جدا و شفاف نیستن. مارسل گوشه توی مقالش در سال 2016 توضیح میده که این دوگانه تغییر کرده و مرزها جابجا شدن. اگه قبلا دعوا بیشتر اقتصادی بود، امروز بعد فرهنگی و هویتی هم پررنگ شده. برای همین ممکنه جریانی در اقتصاد گرایش راست داشته باشه، اما توی بعضی از سیاست‌های اجتماعی شبیه چپ عمل کنه. به زبان ساده، توی دنیایی که الان داریم توش زندگی می‌کنیم، چپ و راست از هم چیزهای قرض گرفتن. چپایی داریم که از بازار دفاع میکنن و راستایی داریم که از حمایت اجتماعی حرف میزنن. دیگه اون خط صاف و ساده قدیمی وجود نداره. حالا اگه بخوایم جایگاه فکری خودمون رو میون این همه پیچیدگی پیدا بکنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ واضحه که دیگه اون نمودار خطی تقسیم بندی به چپ و راست ساده کافی نیست. یه ابزار وجود داره به اسم Political Compass. میتونید به سایتش هم مراجعه بکنید، توی دیسکریپشن قرار دادم. زبان فارسی هم پشتیبانی میکنه. تعداد سوال ازتون میپرسه و در نهایت با یک نمودار جایگاه سیاسی و حدودی شما رو مشخص میکنه. این نمودار دو تا محور داره: یک محور اقتصادی از چپ تا راست و یک محور سیاسی اجتماعی از آزادیخواه تا اقتدارگرا. ممکنه کسی از نظر اقتصادی چپ باشه اما از نظر سیاسی راست. مثلا استالین در بخش چپ اقتدارگرا قرار میگیره، هیتلر در ناحیه اقتدارگرای افراطی، مارگارت تاچر در راست اقتصادی، ترامپ در راست با تمایل اقتدارگرایانه و جایگاه کسانی مثل گاندی و نیلسون ماندلا هم اینجاست. البته حواسمون باشه این جایگذاری‌ها تقریبی اند و حکم قطعی نیستن. شاید حالا وقتش باشه که اون سوالو جواب بدیم که بالاخره حق با راست بود یا چپ؟ کدومشون موفق بودن؟ اگه منصفانه نگاه کنیم، تجربه نشون داد که راست معمولاً در رشد اقتصادی و بازار عملکرد قوی‌تری داشته و چپ هم در حوزه عدالت اجتماعی دستاوردهای مهمی داشته. در نهایت مسئله این نیست که حق با چپ یا راست. شاید مسئله اینه که هر کدوم فقط بخشی از واقعیت رو می‌بینن.